در ادبیات فارسی قدیمی اشعاری وجود دارد که آمل در آنها ایفای نقش می‌نماید، از اشعار اساطیری گرفته تا اشعار در وصف ایران زمین و سرزمین مازندران. این شهر نقش بسزایی در تاریخ کهن فارسی داشته است. همچنین نام آمل 16 بار به صورت مستقیم و بیش از 22 بار به صورت غیر مستقیم در شاهنامه فردوسی آمده است. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسی جهان است. در شاهنامه از داستان فریدون تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم و گریز او به سوی خراسان بیش از 22 بار از آمل نام برده می شود که در همه موارد غرض تنها شهر آمل طبرستان در استان مازندران کنونی بوده است و نه جایی دیگر. در تمامی فلات ایران در دوره پیش از اسلام تنها یک شهر آمل وجود داشته که همین آمل مرکز طبرستان بوده است. بیشترین یادکرد از آمل به دوره اساطیری و پیشدادیان از فریدون تا نوذر که عموماً مرکز حکومت آنها شمال ایران بوده است مربوط می شود. در پادشاهی فریدون در عنوان بر تخت نشستن فریدون بیان شد که وی پس از آنکه گرد جهان بگردید و در همه جا دار آراست و گیتی را ماننده بهشت کرد، از آمل به سوی تمیشه رفت و در آن بیشه نامآور تختگاه زد. نام آمل را بیش از هر جای دیگر در پادشاهی نوذر پسر و جانشین منوچهر مشهود است. سپاه توران به سرکردگی افراسیاب تاره پیشروی کرد. به نقل از بلعمی افراسیاب به حرب منوچهر آمد و منوچهر با وی حرب کرد و خود چند بار منوچهر را بکش و او را اندر زمین طبرستان به حصار کرد و سپاه گرداگرد وی فرود آورد و چند سال گرد طبرستان اندر به شسته بود و منوچهر به زمین طبرستان به شهری که نامش آمل است به حصار بود. ملک افراسیاب با همه سپاه خود 10 سال در طبرستان بنشست و ملک منوچهر با سپاه خیش همه به آمل بود. در داستان کیکاووس و شرح پرواز او به آسمان و چگونگی سالم رسیدنش به زمین هم آمده است. سوی بیشه شیرچین آمدند، به آمل به روی زمین آمدند. در داستان خسرو پرویز درباره لشکرکشی گستهم از راهه خراسان به آمل نیز آمده است. چون نزدیکی کوه آمل رسید سپه را بدان بیشه اندر کشید. فریدون از برجسته ترین چهره‌های اسطوره‌ای ایران است. او پسر آبتین و از تبار جمشید است که با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شده و او را در کوه دماوند زندانی می کند. سپس خود پادشاه جهان می شود و در شاهنامه فردوسی از پادشاهان پیشدادی به شمار می آید. دادگاه فریدون روستای ورکه لاریجان در طبرستان یا ورنا که در متون متأخر به نامه و شناخته شده یک روستا در منطقه لاریجان بوده است. شهر آمل را به روایتی فریدون بنا کرده و گفته شده که آرامگاه او و فرزندانش نیز در همین شهر بوده است. منوچهر نیز یک از پادشاهان پیشدادی است. او از حوار فریدون است و به کنخواهی نیاکان خیش ایرج سنبتو را می‌کشد. پس از آنکه منوچهر پادشاه پیشدادی توسط افراسیاب در طبرستان محاصره شد و از سر صلح توافق کردند و منوچهر پیشنهاد داد که تورانیان زمینی به اندازه پرتاب یک تیر به او بازگردانند و افراسیاب نیز پذیرفت. فرشته اسپندارمز به منوچهر دستور داد تا تیر و کمان مخصوصی از چوب و آهن و پر عقاب آماده کند. به آرش که تیرانداز ماهری بود دستور شلیک داده شد. به گفته ابوریحان بیرونی آرش خود را برهنه نشان داد و گفت که بدن او عاری از زخم و یا بیماری است، اما بعد از این تیراندازی من نابود خواهم شد. آرش کماندار در سپیددم شلیک کرد و بلافاصله تکه تکه شد. تیر از جایی در طبرستان در قلعه آمل یا قلعه دماوند آمل پرتاب شد. بدین ترتیب مرز میان پادشاهی ایران و توران مشخص شد. تیر تا رود بلخ یا تخارستان یا به گفته ابوریحان بیرونی جایی بین طبرستان و فرغانه رفت و فرود آمد. همی تاخت لشکر چو از کوه سیل به آمل گذشت از در اردبیل. ز آمل بیامد به گرگان کشید، همی درد و رنج بزرگان کشید. این شعر در زمان پادشاهی بهرام گور آمده است. یکی از سرچشمه‌های با اعتبار تاریخ ایران در دوره ساسانی شاهنامه فردوسی است. نوشته‌های شاهنامه درباره پادشاهان ساسانی با آنچه تاریخ نگاران مطرح چون طبری و مسعودی نگاشته‌اند مطابقت دارد. یکی از داستان‌هایی که فردوسی به آن بسیار پرداخته است داستان بهرام و آزاده است. حرکت کوش و سپاه از آمل برای پیکار با سیاهان مازندران نیز از دیگر بخش‌های قابل ذکر است. از آمل روان داشت لشکر به راه، همی رفت یکی میل با کوش شاه. وزا جایگه راه موسل گرفت، بیابان و کوهسار و منزل گرفت. چو افریس آمد ز آمل بری، وزان کارها آگهی یافت کی.
بدو گفت که این چیست که انگیختی، که با شهد حنظل برامیختی. منوچهر با سلو و تور سترگ، بیاورد ز آمل سپاهی بزرگ. اغریرث در اساطیر ایرانی شاهزاده توران و پسر پشنگ است. در جنگی که بین ایران و توران در گرفت، او موجب آزاد شدن ایرانیانی که به دست برادرش افراسیاب اسیر شده بودند شد. در مجموع نام آمل و مجموع مکانهای نزدیک و مربوط به آمل بارها و بارها در جنگها و پادشاهی‌های متون شاهنامه تکرار شده است.